یک سال پیش رفتم که دکتر روانپزشکم. بعد گفتم آره حالم خیلی بده و اینا. گفتش که تو الان توی سنی هستی داری رشد میکنی. بعد این جمله که گفته من همیشه یادم هست، میگه که برگشت من گفتش که رشد کردن درد داره. هم مثلا استخونتون که میخواد رشد کنه درد داره، هم از نظر ذهنی که میخواین جهش کنین تغییر کنین سخته. بعد تشبیه کرد به حیوونا که پوست میندازن، یه پوستی رو میندازن یه پوست نو. آره مثلا گفت پوست انداختن درد داره. این جامعه هم هست، یعنی ما اگه بخوایم رشد کنیم تغییر کنیم حتما باید یه سری مراحل سخت رو پشت سر بذاریم. مثلا من یادمه موقعی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد چقدر تحت تاثیر قرار گرفتم. یعنی اصلا یه بغضی اینجام گرفته بود که داشتم خفه میشدم. برای من هیچ فرقی نمیکنه که اونجا آمریکاست، مثلا عربستان یا آفریقا، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که این وقتی یه همچین چیزی میبینم تحت تاثیر قرار میگیرم. اما مطمئن نیستم که مثلا یه جوون آمریکایی اگه بهش بگم مثلا در ایران یک بمب منفجر شده و مثلا 500 نفر مردن، مطمئن نیستم که تحت تاثیر قرار بگیره.